خواه ما خودم افغانی بودم. خواه ایران رفته بودیم. یا کسی نداری؟ هیچ کس ندارم. خانه تان سیلاب برده؟ سیلاب برده. اینجا خانه کامو بود. لمبر تلفن داری؟ خب بر لمبر تلفن اکبر دن لمبر دی تلفن واقع. ما مادر جان بر تو 20,000 روپیه دادم. ما خانه تا ترتیب تا کلش جور میکنم. کلش میکنم. ما ماهانه بر تو 15,000 روپیه میتونم به خاطر امی تفلکای هر جایی که بودی خانه هر چیز برای ترتیب میکنم. یک بچه 12 ساله سیل بود. پدر جان. شهید شد. خب خیر. پدر 62 ساله داشتم. پدر مرا سرپرست ما بود. این بود. اینو چهار تا اولاد از برکه آمده. کل کار شما جور میکنم. اینو جا هستم تو ولی گشتم پیشنهاد مشکل نیست. ما کل کار میکنم. خب اینو یک مسلمان پشت زبان که بیا بشه منال بگم. ما خانم برای جور میکنم کل یعنی لمبر تلفن یعنی لمبر تلفن تر خیر است مادر جان گپ مرا سایت گپ ما کل ترتیب برای جور میکنم خب ما یک نفر هستم کل افغانستان چی نمیتونم ماهانه برای 15,000 روپیه میتونم خانه تام جور میکنم صحیح دیگه تو بیغم باش یعنی لمبرم از برای تامات یک روز دو روز بعد صبح ما بازی جمعیم تو نبیا خب ما برات خانه جور میکنم خیمه برات میارم اول در خیمه باش باز خانه برات جور میکنم دو تا خانه کفایت میکنه دو خانه باشه یک اولی زمین داری خیر میشه هر چیز هیچ مشکل نیست پس ایران نرو یک بچه کاکم در امام صاحب هستن من زنگ زد بیا گفتن یک مسلمان خدا گفت نار او سیل آمد در سیل مرا در برگان نه او که تمام وطن داره میگه مرا اوجا بیا من یا در سیل بچه تا برده سیل یک بچه ما بردم یک پدر 62 ساله ما بردم یعنی دوگانه بود یاری ازی را بردم شد ما فیستم این دختره پروانه ما برات چی جور میکنم خب خانه برات جور میکنم اینی چیزای تو بر 20,000 روپیه دادیم یک ماه گزارت میشه ما خانه جور میکنم ما در کجا هستم شما برین اما یال در کجا هستی تو اولی دمی یک پشت زبان اموجا برو ما خانه تا جور میکنم